اگر من ماهی گفتی خودش حق میزنه میگه بیا مرا بخور. اگر نان گفتیم هر نان ایسه که برابر قدم. اگر بیادر بولانی گفتیم همین بخوری فقط که گوشت آوره. اگر سمبوسه گفتیم سمبوسه است که با مو خدا مرچ است که همین تو همین میخوری همین زبان پر 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 میکنه سمبوسه هندوستان. کدامش دروغ است؟ یک قصه میکنم خدا و راستی براتون راست میگم. والله قسم راست میگم. یک وقت بیادر یک محفل هستیم دیگه دمی تمام بزرگاست دیگه در افغانستان. یکی از این رفیقا میمان شد از یک جای آمد صاحب بچگک شیک لپ و جب. ای آدم ما گفتم شو بچه اینمی مشروب خو مفت است اما فکرت باشه که زیاد نخوری خارجی است که چپیت میکنه. نه گفت کاکا شاهین گفت من تو کارا. گفتم اینا ببین ما زور ما نمیرسه هیچ جوده در دان خود نزدیم والا. گفت نه خدا و راستی برات راست میگم قسم. یک وقت که جنگ کرد غال مغال کرده کلگی رفت بیادر. کلگی که رفت دیگه 3 بجه شب است. این قصه در دفتر مست میمانی بود فیلم افتتاح میشد. این آدم کنسرت بود و گپا بود کلگی بود کلان برمک صاحب بود انجینر صاحب لطیف بود سلام سنگی کلگی همونجا آمده بودن. بچه ها ظلمه مجیتی آمده بودن لندن یا کلگی نور صدیقی و یا دیگه بیادر کل قنم کلگی که رفت یک کمرمین ماندم من ماندم که یک بچیم آمایی که دیگه بغلت چید دمی روی اولی شته گریان میکنه. من خدا برای دروغ نمیگم بچه ها گریان میکنه. من آمدم گفتم بچه چی گپ شده؟ نکو شاهین صاحب گفت شاهین صاحب گفت نکو. گفتم چی گپ شده؟ گفت والا شاهین صاحب جان من خون میه چی کردی؟ والا اگه بفهمم. یک وقت پیدر کلم گفتم باش که چی هسته؟ گفتم چراغ پرتو نو که تاریکی رفته. سعی کردم که خون زرد آمده جانزی. گفتم بابا این خون زرد نیست خون زرد بوده. از بس که خورده بودم بیادبی ما پیدرم گوش رفته بود. خدا راست گفتی میره ایره نه تنز بود نه چیزه. همین زورت که نمیرسه ماچ کن همان راست میگه همین افغانم که یک پایک میزنه کم است که گوش کل شاره بگیره نشکر چش پرید باز پشیمان میشه. خب نمیتونه خورده نخوره ناخه. کاکا شاهین جان یک خب باید بگویی که مردم ها در این پارتی و این چیزا جنگ نکنن. یک دوم یا یک سوال دیگه همش میکنم کاکا شاهین در زندگی کدام دفعه دروغ گفتی؟ کدام دفعه؟ ما در زندگی دروغ نگفتیم. هر چیزی که راست گفتیم از بس که مردم ندیده هیچ چیز ندیده. ما خود که بزرگا و فقیرا و مسکینا ششتیم رفتیم برادر که نامش آدم اگه میگه که با ثبوت براتان عکس شب فیلمش پرتم کلگیره. و دروغ در چایخانه مردم دروغ میگفت. ما برنامه ساز بودم نطاق برنامه بودم. ما مجبور بدر یکیش میگو وجدار کشتیم یکیش او بابا نیست که همیال هم هستک بدری سکو حاجی بسم الله چی هستک کاکا بسم الله او چی میگه؟ والا یک نفر بود بیادر غیر آین دیگه چیز نمیخورد 24 ساعت. الله قسم میخورد تو بدر اچاری کار از او بابا رفیق ماما است صاحب اندیوالم است کاکا اکبر بسیار خوب آدم هم است. او دیگه چیز میگفت که بالکل دیگه نه در کتاب تاله آمده بود نه در ذهن مردم تاله بیادر ثبت شده بود. از ما همین برنامه که خلاص میشه میگفتم کاکا چرا قپوف میکنی ما را بدنام کردی بلیاز خدا پوفیا میکرد بدنامیش ما. اگر من ماهی گفتی خودش حق میزنه میگه بیا مرا بخور. حقیقت گفتیم. اگر نان گفتیم هر نان ایسه که برابر قدم. اگر بیادر بولانی گفتیم همین بخوری فقط بخوری که گوشت آوره میخوری. اگر سمبوسه گفتیم سمبوسه است که با مو خدا مرچ است که همین تو همین میخوری همین زبان پر 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 میکنه سمبوسه هندوستان. تیم یک کلگی کدامش دروغ است؟ شاهین صاحب یک متر نان صحیح است مگم یک دفعه دیگه من چیزی شنیدم خودت گفتی 8 متر نان 8 متر نان خب من میگم میره شما جور میکنین 2 متر جور میکنم
اون 2 کلپ متر است. گفتیم آخه. خب 1 متر 2 متر 2 متر هم برابر قد یک نفر یک میشه. کنی نه به اونم آخونه مقدر جور کرده مردم. 1 متر 1 متر نان هست بیا که برم نشانت بده. راست میگه. خب یک کم اگه کم دروغ نگویی باز جالب نمیشه. نظر و تندورش هست دیگه نه. امیری صاحب نگاه خواهی ببینی لالا امیری صاحب بالا داستان یک داغ چل داغ میشه دیگه در منطقه ما هم نان کلان میزد نفر آفرین. دمی پایکوب نفر نان میزد واقعا در ایران میموندی که سعی میگه ما خب برادر وقتی که ما بیادر گل قندل میگم که یک نان که میزد برابر یک قد یک آدم ما خو غلط نگفتیم. یک آن آدم ها که از بلستیستنه کل از او بیادر 40 متر نمیشه قدش 40 سانتی. خو خلاص دیگه یک دانه کم از کم 1 متر 1 متر بیادر یک نان زده میشه. نام خدا. باز همو که در قدیما بولانی را که فکر کنم ماهی را در مایتابه منداختین و در آفتاب میگرفتین باز پخته میشد ماهی خودش صدا میکرد که ما پخته شدیم همیال فکس از بله پس است دیگه بله نسازیم. خدا مرا بکش اخ جان. ماهی را که به من داسته کنی ماهی را میگفتم که به من داسته خرج ماهی بیادر هم تو میگفت جان مثل که بیادر امیری میگفت جان باز ما میگفتم بان جان. ضربه مشتار خود دیدی روزش میرسه که در پوز چنت یک چند تا متواله کنم. امیری استاد این کل چهرهاش سر تجاری خیر بانشه. کاکای ما دوست دارم. اونمو گیمه که برد باز ما خراب شد. خب از همونجا من زیاده تا حالا یک قطعه نامده برای من. اینه میخوانم یک ما باختیم تا حالا به یک اشتیم آفرین من و باید جای من چنج کنم. تو بیا موسیقی کنم بیا بالا برو. استاد شاهین ما امیری که از بغل گنگاو تیر میشدیم اوجا تفت میکرد گنگاو ما گفتم امیری چی گپ است که در اینجا دریا تفت میکنه چی میگه ماهی ها والا چای دم کردن خودشون در دیگه جای مصروف هستن اون جوش آمدهش خبر نداره. یک گندگی. خدا شاهد است کسی کو امیری رو هم که گیلا کنی اگر امیری پف کنه پف ما پیش شانتن مالا میده. یک پف محسن میکنه یک پف میکنه یکی نقیب یکی علی یکی هم خودت. محسن شروع کن. نه من در بخش خنده هستم نظر میتم من پوف یاد ندارم موقع. خیر است گپ نیست. مام نیست همین خودت که میگفتی در بخش خنده هستم یک پف بسیار بزرگ است. یک گندگی. پف کردم ما را کشتی نقیب جان حالا آمده که هم پف. امیری صاحب میگی مسئله پف شد لالا علی میگه نفر عروس داماد عروسی میکنه و شب یک ذره شله مانده برشان این میاره پیش نامزاد خود پشت خود تا داده قرار خواست میگه بیا جیگرم بیا بیشه غذا بخوریم با هم دیگه یک دفعه و کشی میکنه میگه جیگرم پف نکو یخ هست. نه اگر قار محمد کسایی که در پاکستان است در ایران است ما یک کاکا دارم در افغانستان یک دستش در ایران است از بس که دستایش دراز است یکیش هم در پاکستان که امت تو کنه در امریکا روان میکنه که امت تو کنه در جرمنی روان میکنه. این تو کاکا دارم من. ببین گندگی سر گندگی تو بالیاز خدا بالیاز خدا. خب قربانتان عزیزای دل وقت غذا خوردن است اگر اجازه تان باشه اینجا 2:30 بجه است 9 صبح خسته منیم چای صبح اگه اجازه تان باشه بخورم انشاءالله باز 1.5 ساعت بعد در خدمت.